کبد جون نازم، تو بهترین اندام منی. این همه سرما ازم دور میکنی. چجوری ازت تشکر کنم؟ پسر، نیازی به تشکر نیست. لوس نشو. از این به بعد بهترین سبزیجات ارگانیک، کربوهیدرات مفید، آب فراوون، چربی‌های مفید و خبری از چربی مضر و هله هوله نیست. واقعا؟ قسم به جون اسباب بازی هام که مطمئنم زنده. داداشم کبد، چطوری یا نه؟ نمیدونی چه برنامه‌ای واسط دارم. تا همین الانشم فوق‌العاده با هم تا کردی. از این خوشحال. این برای چی بود؟ چیز خاصی نبود. یکم سیب زمینی سرخ کرده خوردم. در این حد اوکیه. چته پسر؟ چی کار داری میکنی؟ سیب زمینی که نمیشه خالی خالی. یه برگر کثیف و نوشابه هم باید زد دیگه. برو سر کارتو بکن، زبون بسته. سمتو دفع کن. بسته دیگه، لطفا نه دیگه نمیتونم. لگد عرق سگی، آپرکات بندری، دو دست کله پاچه اکبر، کله پس.